سختی برای من سوگ عزیزان بوده. تو عزیزی رو در 2 سال اخیر از دست دادم که بسیار به من نزدیک بودن و خیلی سخته برام از دست دادنشون. مرگ یادم داد این جمله معنیش یعنی چی، که مرگ نیست که درمون نداشته باشه. راست میگم، مرگ درمون نداره. میری به خاک میسپری و دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. تمام شد. یادم داد بدونم که مردن، بدونم دلتنگ میشم، سختمه، باورم نمیشه دیگه نیستن و زندگی ادامه داره. و امروزم باید بیام بشینم بعد 2 هفته اینجا با هم حرف. چقدر چیزایی برام مهم بود قبل تجربه سوگ آدم نزدیک که بعدش دیدم ای وای، نه که مهم نیستا، چقدر راحت‌تر میشه باش کنار من. یادم داد یه چیز تلخی هست، یک حقیقت تلخ بنیادی در جهان هست به اسم مرگ. فقط اونه درمون نداره. خیلی چیزایی بعدی هم هستا، اسارت بده، رنج و شکنجه بده، ناراحتی روحی و افسردگی بسیار وحشتناکه، زخم خوردن و مریض شدن فاجعه است، اما پایانیه مرگه. وقتی اونو میبینی میگی خب باید یاد بگیری که اون پایان است، ما بقیش ما قبل پایانه. یاد بگیر باش زندگی کنی، باید هندل کنی دیگه. تلخترین مزه جهان میده ولی یه جور نوشداروه. ولی آدما باش بزرگتر میشن، نه خیلی عمیق‌تر میشن. اصلا مرگ آدمو دوچاره یه مکس میکنه. آدم یه ذره یاد میگیره وایسته، به خاطر اینکه مرگ اصلا یه مکس و توقف